خیلی خوش اومدید به ویدیو دومی که بله امروز همونجوری که از تایتل و تامنیل این ویدیو فهمیدین رفتم میخوام برم یه دونه تتو بزنم، تتو ماینکرافتی قلب هاردکوری میخوام بزنم پشت گردنم. دلیلش که دیگه بمانه، دلیل زیاد داره که دارم این کارو میکنم، چون که زندگیمون رو ماینکرافت داره میچرخونه. بعد این برم فقط یه بار زنده ایم، بعد دیگه خلاصه گفتیم بزنیم پشت گردنمون که همیشه بدونیم زندگیمون از هاردکوری بیشتر بیش نیست، هم از اون لحاظ هم از لحاظ ماینکرافتش. خدا وکیلی. ببینید الان تتو آقای تتو کارمون هنوز تشریف نیاورده و ما همینجوری نشستیم. حالا من گفتم یه سری توضیحات تکمیلی واسهتون بدم که بفهمید. من که تتو زیاد دارم، میبینید اینو دارم، بعد اینو دارم، بعدش اینو دارم. عمو حشمتو داریم اینجا. البته عمو غلام بود تتو. عمو اسکندر، ببخشید عمو اسکندر بود، الان افتاد یادم. این عمو اسکندره. و این که آره یه دونه پشت با تتو زیاد دارم خلاصه. و من اینکه خودم به شخصه شدیداً تتو دوست دارم و یکی از کارهای مورد علاقه به نظرم. و اینکه پیشنهاد نمی‌کنم بزنید، نگین الا این مادر میگه برید تتو بزنید فلان کنید. پیشنهاد نمی‌کنم، هر کی دوست داشت بره بزنه، هر کی دوست نداشت نره بزنه. اصلا به من کاری نداشته باشید. اگه دوست داشتید برید تتو بزنید، اگرم نداشتید خب نزنید، مگه مجبورید نزنید. آقای تتو کارمون تشریف آوردن. این تتو کاری؟ نه تتو کار نه، ایشون تتو کار نیست. اینا همینو بابا آقای تتو کار تشریف آورده. سلام. حال شما چطوره؟ جا نداره، 200 کوچولوه، جا نداره. سلام. حال شما چطوره؟ خیلی مخلصم. خیلی وقت ندیدم شما رو همین. ما از پارسال که تتو زدیم. آها. تو چی میگی؟ مخلصیم. آقا چه خبر؟ خوبه؟ چرا دیر کردی؟ تموم دست بنده کار ایشونه. نگاش کن. امیررضا تتو هست. بچه بوست رایگان شد یا؟ بوست رای ویدیو رو می‌بینی چند نفر می‌بینن؟ بالای 25000 نفر. آقا ما الان بریم داخل سالن ایشون و بعدش دیگه دیگه دوباره به خدمتتون برسیم. ایول. الان ما تو آسانسور. خیلی جذاب تو آسانسور بودن. چرا قیافه خودم معلوم نیستم. آره اینا بیا پایین امیررضا. دور شلو ایشون میخواد تتو کاری نه. شلو وای چقدر شما خوشگلید. کوشولو منم بودم دراز میکشیدم نازم کنن. والا پشمام ریخته از اینی که واقعا به بوی پای من نگاه کن. فکر کنم مرد با بوی پام. سر کرده تو کفشم ول نمیکنه. وای نگاه کن، یا سر میکنه تو کفش ول نمیکنه. نگاه نمیدونم چرا دارم مثلا این ویدیو رو میگم، ولی نورش خوشگل بود. همینجور فقط قیافم الان خیلی خوب افتاده اینجا، مگه نه؟ توجه نمی پشمام. اینجا هم رینگ لایته بچه‌ها. رینگ لایت داریم اینجا. آره بعد حالا تو خونم رینگ لایت نداشتم. وقتی تتو کارت هم میخواد نه مشکلی. بله ادیت‌های خیلی خفن آقای امیررضا رو می‌بینید اینجا. سلام، خوب هستید؟ سلام. شما تتو کارید؟ نه کسخل. پیشی خوابیده. دستم گذاشتی رو گوشش که نشنون. از ساعت 2 تا الان من اینجام، شو همچنان نشسته داره داستان در میاره. با این نورش خیلی خوبه اینجا. خدا وکیلی. مگه نه؟ بیا تو نور وایسا ببینم. بیا تو نور وایسا. طرف کجاست؟ وایسا تو نور. خیلی این طرفی وایسا تو نور. اینجا خیلی نورش خوبه. طرت کجاست؟ هر ندارم فر دارم ولی نمیزنه. بچه‌ها میدونن طرت چیه؟ هر میخوام بزنم اینجا. پوق مل ما بهش میگیم. بی تربیت. درست صحبت کن. کار داری میکنی؟ دارم اینو ادیت میکنم. ادیت نکن. 4 تا از ساعت 2 الان 4:30 خدا وکیلی. بله اینجا میتونم حداقل ماشینمو ببینم. این ماشینم اینجا صبر کنید. ماشینم اونجاست. پارک کرده. پشت پنجره ببینم. پشمام. الان گوشی بیفته میدونی چقدر نگاه کن بیفته. زندگیم از دست میره اگه گوشیم بیفته، ولی حال میده. به نظر من که خوبه، یعنی مثلا راضیم. گوشی برای چه؟ من که یوتیوبرم، پول میخرم. به خدا هوا بارونیه. دارم اینطوری کانتنت. تازه یه چیز جالب، کارگران مشغول کارند. خسته نباشید. درود به شرفتون. درود بچه، این دروده. درود به شرفتون. خسته نباشید. شلم خوابیده
پنجرهش نگاه صورتیه نگاه شو وای 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 کلا تتو کنسله فقط پیشی نگاه من شیر ایرانم مادر. بچه نگاه کنین دومشو وقتی بگیرین تکون بدین خودش دیگه بعدش تکون میده نگاه کنین دوم میگیری اینجوری دیگه خودش تکون بالاخره ساعت 5:30 از ساعت 2 اینجا زده 5:30 بالاخره آقای نشسته که واسمون تتو بزنه یعنی داره طرحشو آماده میکنه و بله بالاخره راضی شد بله قلب هاردکوری رو میبینید اینجا داره قرمزاشو پاک میکنه که یه چیز دیگه داستان کنه داستان امیررضا چه حسی داری الان خیلی حساب دست کن بده به کامیونیتی ماینکرافت واقعا سخت این سبک اجرا شاید فکر کنید خیلی ساده است ولی واقعا سخت به بالاخره طرح ما حاضر شد خیلی خوشحالم از این بابت بچرخ کجا بچرخم آها قراره این پشت الان داره کار سر بکنم یا حسین الان نوبت چاپ دوم آقای امیررضا دستو من لخت شده لخت منو دیدید تابلو آقای امیررضا خیلی تاکید پرینتر پشمام کاغذ توش نبود ما چقدر باهوشیم امیررضا خیلی خوبی تو من از یه تتو دیگه اینجا داشتم بچه نیده بودید من تتو گفتم زیاد دارم اینم تتوه اینم تتوه نه تتو دارم که دیگه داره دیگه خدا وکیلی به بالاخره رفت گرفت و از این الان تحویل میده پشمام طرح دومم حاضر شد بله الان دیگه فکر کنم این اندازه باشه قاپ زیبایی بابا لخت بنده دیگه چی از این جذاب تر میتونه باشه برو تتو رو بزن بگو نظر نه ول کن این کارو نه بگو نظر من نظر احساس خاصی الان در حال حاضر ندارم درد داره واو الان باید بره پرینتشو بگیره بعدش دیگه بزنه تنگش دیگه آقا امیررضا توضیحات لازمو بده لطفا بچه‌ها به این میگن کاغذ جوهری که کاغذ داره استنسیل این کاغذ الان میره دوباره داخل پرینتر بعد خام میفته روی پوست بنده و ایشون هم شروع میکنه به تتو زدن از اینجا میره تو از اونجا میکنه توش نمیره خیلی سخت نمیکنه توش رفت توش اینو میدیم بالا اونو میده بالا از زیر رد میشه برست میشه به تموم شد به صدا گوش کنید صداها رو فلان بشه اینجا از این طرف اونو میگیره کاغذ رو میذاره و طرح جوهردار ما وارد میشه دکمه رو میزنید دکمه رو بزن تموم شد به میبینید طرح در اومد به و این میشه طرح اصلی ما که قراره آها اینها به قلب هاردکوری قوی خیلی ناراحتم خیلی غمگینم چون که از ساعت 2 اومدم اینجا و الان ساعت 5:40 است و تازه آقای امیررضا الان میخواد تر رو بچسبونه رو بدن بنده رو بدن بنده مخلصم اینو به 2 قسمت تقسیم کنید برداری نه فیلمه به اصل کاری که جوهره جوهر مایه حیاته خدا اما همین 3-4 قطره میتونه 50 تا تتو بزنه واسهتون فکر نکنی خیلی زیاده این یعنی خیلی کمه در واقع بله پشمام سوزن رنگ وای سلام بچه وای نه وای
درد نداره چون دردش خیلی بیشتر از حالت عادیه. چه حسی داری؟ درد داره یکی. تتو درد نداشت. نه درد داره تتو. عجیبه. پشمان بریزه. سلام. ایمان زیر دستگاه تتو خدا وکیل. این صحنه این قاب اسکرین داره خدایا. از زیر دایره در حال حاضر با شما دارم صحبت میکنم. بله ببین برو دایره رو ببین داره. صندلی ماساژ. سلام. من نیستم. امیررضا. بابا آقا مبارک. به چقدر زیبا. خلاصه که آره دیگه اینم از تتو هاردکوری ما. اگر ویدیو خوشتون اومد و همچین ویدیوی دوست داشته البته تو کامنت بهم بگید و اینکه مرسی که ویدیو رو دیدید و